به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. گاو بنفش، نویسنده سد گودین هستش و خانم بهار صادقیان این کتاب رو ترجمه کردند و انتشارات نسل نواندیش در سال 1398 این کتاب رو چاپ کرده. این کتاب در حوزه مدیریت و کسب و کار هستش. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. ابتدا معرفی کتاب و نویسنده کتاب. کتاب گاو بنفش کتابی درباره نوآوری تبلیغاتی در بازاریابی است که تبلیغات نوین در بازاریابی را به زبانی ساده توضیح می‌دهد. سد گودین، رهبر بازاریابی، در کتاب گاو بنفش برای همه دستاندرکاران ایجاد طراحی یا فروش فکر کردن راجع به شیوه‌های نوین بازاریابی را ضروری می‌شمارد. با ده‌ها مثال برای درک بحث و آموزش دادن موارد ضروری و مهم بازاریابی به وسیله شیوه‌های نوین تبلیغات شما و تجارتتان را تشویق می‌کند تا با شجاعت به سراغ تبلیغات نوین بروید و بی همتا باشید. درست مثل گاوی که به جای رنگ معمول بنفش رنگ است. تمام فعالان در حوزه بازاریابی و تبلیغات را به خواندن این کتاب دعوت می‌کنیم. درباره سد گودین سخنرانی حرفه‌ای، نویسنده و متخصص تغییرات است. او نویسنده 4 کتاب پرفروش در سطح جهانی است که همه آنها را می توانید در سایت sedgoodin.com بیابید. دیگر عناوین کتاب‌های او عبارتند از بازاریابی با اجازه پخش ایده‌های ویروسی، کلاه منگوله‌ای بزرگ قرمز و نجات یافتن کافی نیست. سد مرتب کارگاه‌های گاو بنفش را در بیرون از نیویورک برگزار می‌کند و شما می‌توانید اطلاعات چگونگی شرکت در این کارگاه‌ها یا نحوه برگزاری آن در دفتر کارتان را در سایت او بیابید. او چندین شرکت موفق تأسیس کرده و همچنین مدیر مسئول مجله فست کمپانی است. به یاد لیونل پاپلین که از هر نظر بی همتا بود. طعم‌هایی نظیر مرغ تعریف کردنی نیستند. دیگر کسی به جوک‌های قدیمی نمی‌خندد. شما مشتری مصرفگرا هستید. شما هر آنچه نیاز دارید را در اختیار دارید و همچنین بیشتر چیزهایی را که می‌خواهید به جز زمان. بازاریابی بسیار مهمتر از این است که فقط به واحد بازاریابی سپرده شود. هر آنچه می‌توانست اختراع شود، اختراع شده است. سرپرست ثبت اختراعات ایالات متحده چارلز اچ دوئل. خب این جملات در ابتدای این کتاب نوشته شده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب رو ورق بزنید. موارد ناکافی. بازاریاب‌ها سال‌هاست درباره 5 مورد بازاریابی صحبت می‌کنند. بیش از 5 مورد وجود دارد، اما هر کس 5 مورد مطلوب خود را دارد. بعضی از آنها در زیر آورده شده‌اند: محصول، مبلغ، تبلیغات، تثبیت موقعیت، نامورسازی، بسته‌بندی، پایداری، مجوزها. این فهرست امور بازاریابی است. راهی سریع برای اینکه یقین حاصل کنید کار خود را انجام داده‌اید. روشی برای توصیف شیوه عملکردتان در مورد اینکه می‌خواهید افراد را چگونه قانع کنید تا آنچه را کارخانه‌تان تولید کرده است بخرند. البته اگر این موارد با یکدیگر تضاد نداشته باشند، مثلا مواد غذایی به شکل پوره که برای افراد مسن بازاریابی می‌کنید اما طعم غذای کودک می‌دهند، در این صورت پیام بازاریابی نامشخص و در نهایت بی‌تأثیر خواهد بود.
هیچ تعهدی وجود ندارد که بازاریابی جواب دهد. اما تجربه ثابت کرده است که اگر همه موارد فهرستتان را درست انجام دهید، احتمال کمی وجود دارد که موفق شوید. مانع خاصی ایجاد نشده و تنها مانع این است که این موارد کافی نیستند. این کتاب درباره موردی جدید در فهرست بازاریابی شماست که ناگهان به طور ویژه اهمیت یافته است. مورد جدید گاو بنفش است. چندین سال پیش وقتی همراه خانواده‌ام با خودرو به فرانسه سفر می‌کردیم، شیفته صدها گاو در حال چراغ در چراگاه‌های خوش‌منظره کنار بزرگراه شده. ده‌ها کیلومتر همگی با شیفتگی از پنجره بیرون را تماشا می‌کردیم و از زیبایی همه آنچه را می‌دیدیم تحسین می‌کردیم. پس از آن در مدت 20 دقیقه کم کم گاوها را نادیده می‌گرفتیم. گاوهای جدید هم به زیبایی گاوهای قبلی بودند، اما آنچه ابتدا بسیار جالب بود اکنون بسیار عادی به نظر می‌رسید. حتی بیش از حد معمولی و خسته کننده. گاوها پس از آن که مدتی نگاهشان کردید خسته کننده می‌شوند. ممکن است گاوهای عالی، جذاب، با شخصیت‌های جالب و رنگ‌های تیره و روشن زیبا باشند، اما همچنان حوصله سربرند. با این حال یک گاو بنفش در حال حاضر جالب به نظر می‌رسد، البته مدتی. ماهیت گاو بنفش این است که باید بی همتا باشد. در حقیقت واژه بی همتا باید یکی از موارد فهرستتان باشد. چه میتوان کرد؟ این کتاب درباره چرایی، چگونگی و ماهیت بی همتایی است. کلمات بزرگ نمایی شده و اظهارات جسورانه. چیزی که بی همتاست ارزش بحث کردن دارد. ارزش توجه دارد. چیزی استثنایی، جدید و جالب. چیزی مثل گاو بنفش. امور خسته کننده دیده نمی شوند. آنها گاوهای قهوه‌ای هستند. بازاریابی بی همتا هنر نمایاندن چیزی است که در محصول یا خدمات شما ارزش توجه کردن دارد. بازاریابی را آخرین فن ندانید که دقایق پایانی به کار اضافه می شود، بلکه درک کنید اگر آنچه پیشنهاد می کنید بی همتا نیست قطعاً دیده نخواهد شد. مجموعه صنایع تلویزیونی رابطه مستقیم بین تقاضای مشتری با تبلیغات تلویزیون و شرکت‌های همواره در حال رشدی است که در حیطه سرمایه‌گذاری روی هزینه‌های بازاریابی همواره افزایش یابنده ایجاد شده‌اند. مشتریان مصرفگرا دیگر نمی‌دانند چه بخرند. ما نیاز خود را داریم. چیزهای کمی هستند که می‌خواهیم و آنقدر مشغولیم که نمی‌توانیم زمان زیادی را صرف تحقیق درباره چیزی کنیم که شما برای ارائه آن به ما سخت کار کرده اید. بخش بازاریابی محصول یا خدمات تقریباً نیمه تمام را دریافت و با صرف هزینه تلاش می‌کند منافع ویژه آن را به هدفی برای مخاطبان تبدیل کند. این شیوه دیگر جواب نمی‌دهد. من باور دارم اکنون به جایی رسیده ایم که دیگر نمی‌توانیم مستقیم برای گروهی بزرگ بازاریابی کنیم. دنیایی خلق کرده ایم که در آن بیشتر محصولات دیده نمی‌شوند. در طول 2 دهه اخیر نویسندگان هوشمند تجارت‌ها متذکر شده‌اند که ماهیت بازاریابی در حال تغییر است. بازاریاب‌ها در مورد این ایده‌ها مطالعه و بحث کردند و حتی بعضی از آنها را هم به کار بردند. اما در نهایت از ماهیت اصلی روش‌های قدیمی بازاریابی خود بهره‌مند شدند. به هر حال روش‌های قدیمی اکنون منسوخ شدند، اما 100 سال سابقه بازاریابی دیگر گذشته است. روش‌های جایگزین موضوعی تازه و بدیل نیستند، بلکه تمام آن چیزهایی که نادیده گرفته‌ایم. این کتابی است درباره اینکه چرا لازم است در هر آنچه می‌سازید
یک گاو بنفش قرار دهید. اینکه چرا تلویزیون و رسانه‌های عمومی دیگر سلاح سری شما نیستند و چرا حرفه بازاریابی برای همیشه تغییر کرده است. تبلیغات را متوقف و نوآوری را شروع کنید. پیش از بازاریابی، در طول دوره و پس از بازاریابی. پیش از بازاریابی تبلیغات دهان به دهان بود. درباره محصولات و خدماتی صحبت می‌شد که می‌توانستند مشکلی را حل کنند و قطعاً خریده می‌شدند. بهترین فروشندگان سبزیجات در بازار شهرت داشتند و همواره جلوی مغازه‌شان شلوغ بود. در دوره تبلیغات ترکیب مشتریان رو به رشد، تقاضای مصرفی که به نظر بی‌پایان می‌آمد و قدرت تلویزیون و رسانه‌های عمومی به ایجاد فرمولی جادویی منجر شد. اگر مستقیم برای مصرف کننده، هر نوع مصرف کننده تبلیغ می‌کردید، فروش افزایش می‌یافت. همکاری با یک شرکت تبلیغاتی مناسب و سرمایه‌گذار مناسب به این معنا بود که می‌توانستید شرکتی تقریباً به بزرگی تصورتان داشته باشید. پس از دوره تبلیغات تقریباً به نقطه شروعمان بازگشتیم، اما به جای اینکه محصولات با تبلیغات دهان به دهان به آرامی و به سختی به موفقیت برسند، قدرت شبکه‌های جدید به ما اجازه داد تا ایده‌های بی همتای خود را بین اقشار گوناگون جمعیت با سرعت بسیار زیادی منتشر کنیم. ما در مقام بازاریاب می‌دانیم که شیوه‌های گذشته دیگر کار نمی‌کنند و علتش را نیز می‌دانیم. زیرا در مقام مشتری آنقدر درگیر و مشغول هستیم که فرصتی برای توجه به تبلیغات نداریم. اما همزمان بسیار مشتاقیم محصولات خوبی پیدا کنیم که مشکلاتمان را حل کنند. بهترین چیزها پس از خردکن نان. سال 1912 اوتو فریدریک رودر خردکن نان را ابداع کرد. چه ایده بی‌نظیری! دستگاهی ساده که می‌توانست قرص نان را قطعه قطعه کند. این دستگاه شکستی واقعی بود. اینجا شروع دوره تبلیغات بود. به این معنا که یک محصول خوب با بازاریابی بعد شانس بسیار کمی برای موفقیت داشت. این محصول تا 20 سال بعد، زمانی که برندی جدید به نام واندر شروع به بازاریابی خردکن نان کرد، موفقیتی کسب نکرد تا به موفقیت اختراع منجر شد. اما بسته‌بندی و تبلیغات، 12 شیوه ساخت پیکره‌های قدرتمند موجب موفقیت شدند، نه قانع شدن محض و نوآوری نان از پیش قطعه شده. زمانی که برای خرید لوازم جدید رفتم، کاری انجام دادم که پیش از این هرگز نمی‌کردم. من به سیرا رفتم. چرا؟ زیرا تقریباً بدون استثنا همه افرادی که دوستشان دارم و به آنها اطمینان دارم و زمان زیادی را با ابزار صرف می‌کنند، به من گفتند که با استفاده از کوفسمن 46 ضرر نمی‌کنند. چرا؟ چون این ابزارها طراحی زیبا دارند یا استفاده از آنها آسان است و عمر طولانی دارند و برای همیشه تضمین شده‌اند. از سوی دیگر کیچن آی سپاه زمزمه کنندگان نانوایش را از دست داد، چون این شرکت تصمیم گرفت در نحوه تولید مخلوط کنهایش صرفه‌جویی کند. برگه‌های اعلان آنلاین پر بود از داستان‌های مشتریان کلافه‌ای که پس از تعویض 3 یا 4 مخلوط کن ناامید شدند و این شرکت را رها کردند. در هر دو مورد داستان‌ها بر مبنای ماندگاری بی همتاست یا کمبود آن. نظریه گاو بنفش می‌گوید باید متفاوت باشید. تفاوتی که باعث شود شما در ذهن مشتری ماندگار شوید و او را ترغیب کند میان انتخاب‌های بیشمار بازار دست روی خدمت یا کالای شما بگذارد. شما باید چیزی به مخاطبتان بدهید که بقیه ندارند، وگرنه مسئله خیلی ساده می شود. اگر تمام محصولات
و خدمات بازار مشابه باشند، مشتری به سراغ پرسابقه ترین و معروف ترین ارائه کننده خدمت خواهد رفت و به خودش زحمت بررسی خدمت یا تولید شما را نخواهد داد. این تئوری در کسب و کارهای اینترنتی هم بسیار اهمیت دارد. کسب و کار اینترنتی شما باید فرقی با بقیه داشته باشد. این تفاوت می‌تواند در نحوه ارتباط شما با مشتری، طراحی منحصر به فرد سایتتان، نوع بسته‌بندی کالا، نوع محصولی که ارائه می‌کنید یا نام دامنه‌تان باشد. مثلا وجه تمایز دیجیکالا، بزرگترین کسب و کار اینترنتی ایران، با بقیه کسب و کارها در درجه اول تولید محتوای بسیار قوی برای معرفی محصولات ارائه شده بود. جالب است بدانید دیجیکالا از زمان راه اندازی تا مدت 2 سال هیچ کالایی برای عرضه نداشت و تنها معرفی‌های کامل و به درد بخور درباره محصولات دیجیتال موجود در بازار منتشر می‌کرد. سeth گودین از اصطلاح عطسه کنندگان برای مشتریان استفاده می‌کند. تمام حرف گودین این است که اگر شما منحصر به فرد باشید، عطسه کنندگان کار تبلیغات و بازاریابی را برای شما انجام می‌دهند. آنها که از ایده شما هیجان زده شدند، آن را به صورت ویروسی به اطرافیانشان منتقل می‌کنند و شما در مدت کوتاهی می‌بینید که با یک استراتژی درست و بدون صرف هزینه‌های گزاف برای تبلیغات، مثلا تبلیغات کلیکی یا بروشورهای عجیب و غریب و کارهای هزینه بر دیگر، توانستید طیف خوبی از مشتریان را جذب کنید. سeth گودین در انتشار کتاب گاو بنفش از استراتژی خودش استفاده کرده است. اولین نسخه های این کتاب در پاکت شیر بنفش و سفید بسته‌بندی به بازار ارائه شد. گاو بنفش در 2 سال اول پس از انتشارش 23 بار تجدید چاپ شد و بیش از 150,000 نسخه از آن فروخته شد. کتاب سeth گودین به بیش از 35 زبان ترجمه شده است. اما چرا گاو بنفش؟ چرا سeth گودین عنوان گاو بنفش را برای کتابش انتخاب کرده است؟ گودین در بخش اول کتابش علت این نامگذاری را توضیح می‌دهد. او بیان می‌کند برای هر کسب و کاری چندین پی لازم است که بعضی از مهمترین آنها محصولات، پروداکت، قیمت، پرایس، مکان، پلیس و تبلیغات، پروموشن هستند. اما این حرف پ کافی نیست. او معتقد است شرط کافی برای موفقیت یک کسب و کار یک پی جدید است: گاو بنفش، پرپل کاو. در کتاب آمده است چند سال پیش که همراه خانواده‌ام در فرانسه با اتومبیل به گردش رفته بودیم، از دیدن صدها گاو که مثل تصاویر برجسته کتاب‌های قصه در مراتع کنار بزرگ‌ها در حال چریدن بودند به وجد آمده بودیم. تا کیلومترها همچنان خیره به بیرون نگاه می‌کردیم و از آن همه زیبایی در شگفت بودیم. اما حالا یک گاو بنفش شاید جالب به نظر برسد بین گاوهای قهوه‌ای. سeth گودین معلم، نویسنده و کارآفرین. سeth گودین که گاهی سید گودین هم نوشته می شود، کارآفرین، نویسنده و معلم امریکایی متولد 1960 است. او در دانشگاه تافت فلسفه و علوم کامپیوتر خوانده است و پس از آن در رشته MBA دانشگاه استنفورد بریج تحصیل کرده است. هرچند شهرت گودین یا گودین به خاطر کتاب‌ها و سخنرانی‌هایش است، اما او سابقه شغلی جذابی هم دارد. سeth گودین در جوانی یک شرکت تبلیغات اینترنتی به نام یویو دین تأسیس کرد که سال 1998 آن را به ارزش $30 میلیون به یاهو فروخت. اسکویدو نام شرکت دیگری است که گودین سال 2006 تأسیس کرده است. در جولای 2018 این سایت در لیست 500 سایت برتر دیده شده در کل جهان بود. گودین این شرکت را هم 9 سال بعد به
پیچز یا پیچز واگذار کرد. گودین نویسندگی را با نوشتن یک مجموعه 10 جلدی برای کودکان شروع کرد. این مجموعه که جهانهای قدرت نام دارد، اوایل دهه 90 میلادی منتشر شده است. او در هر جلد این کتاب‌ها به بررسی خلاصه‌ای از یک بازی ویدئویی پرداخته است. سد گودین 19 عنوان کتاب در حوزه کسب و کار و بازاریابی نوشته است که بیشتر این کتاب‌ها بسیار پرفروش شدند. برای مثال کتاب فری پرایز اینسایت سال 2004 کتاب سال مجله کسب و کار فوربس شد و کتاب مهره حیاتی سال 2015 در فهرست 20 کتاب برتر مهمترین متفکران کسب و کار به انتخاب مجله بلومبرگ بزینس ویک قرار گرفت. او یک وبلاگ نویس حرفه‌ای هم محسوب می شود و معتقد است وبلاگ نویسی روزانه می تواند در موفقیت افراد اثر چشمگیری داشته باشد. وبلاگ سد گودین تایم نام دارد که سال 2009 در لیست 25 وبلاگ برتر سال قرار گرفت. آیا خاص بودن جسارت می‌طلبد؟ بیدادگری همیشه خاص نیست. مطمئناً این کار لازم نیست. گاهی جسارت باعث رنجش می‌شود. خواننده مشهور اوزی اسبورن موفق است. او هر دو خصوصیت جسارت و خاص بودن را دارد، اما هنرمندی که در نمایش بدن خود را مثل یک خوک با پلیدی آلوده کند، این دیگر نشانه بدبختی آشکار اوست. افتادن در دام تبلیغاتی که از بالا تا پایین ردیف شدند، بستن پاپیون سبز و تبلیغات را با منابع مفتضح پر کردن کار آسانی است. بی‌نزاکتی شاید گاهی به طور اتفاقی به کار آید، اما نمیتواند یک راهبرد باشد. این کار ناامید کننده است. غیر منصفانه، فانتزی، خیالی یا هر چه که باشد باید هدفی داشته باشد و نیاز است که درون محصول ساخته شده ریشه داشته باشد. پروازی به آن سوی کشور داشتم. در این پرواز زن 60 ساله‌ای را دیدم که تیشرتی از شرکت هورس به تن داشت که این شعار روی آن نوشته شده بود: کهنگی‌اش دلپذیر، در عین حال کثیف هم هست. چیزی که در ارتباط با بی‌نزاکتی یا فانتزی بودن شرکت هورس وجود دارد این است که توانسته آنقدر فانتزی باشد که برای این خانم خاص باشد تا این تیشرت را بدون هیچ نگرانی بپوشد. آیا هر کسی پوشاک هورس را میپسندد؟ نه هر کسی، و این بخشی از کار است که آن را فوق‌العاده میسازد. اگر همه کارهای آنها را میپسندیدند کسالت‌بار میشد. یادآوری: مهم نیست که شما چگونه آن را بیان می‌کنید. مهم سخنی است که می‌گویید. شما با رفتارهای بد برای مدت کوتاهی می‌توانید توجه افرادی را که فکر می‌کنید به شما توجه ندارند جلب کنید. اما این کار چندان دوام نخواهد داشت و راهبرد طولانی مدتی نیست. بی‌نزاکتی به تنهایی کاری از پیش نمیبرد، زیرا عطسه کنندگان سخن مثبتی درباره شما نخواهند گفت. شما احتمالاً از اینکه خیلی خجالتی باشید احساس گناه میکنید، اما از جسارت زیاد نه. برای رنجاندن جسارت کنید. تمرین خوبی است، اما خیلی این کار را انجام ندهید، زیرا معمولاً کاری که از پیش نمیبرید اما روش خوبی است تا احساس کنید در مرز هستید. احساس داشتن هیجان و یا انجام کاری خاص. خب جمله آخر از این کتاب رو برای شما بخونم و این کتاب رو تمام کنم. کتاب گاو بنفش نوشته سد گودین درباره تمایز و متفاوت بودن در دنیایی پر از محصولات و خدمات عادی حرف میزند. گودین از مثال گاو بنفش استفاده می کند و می گوید وقتی در یک مزرعه گاوهای قهوه‌ای می بینی خسته می شوی، اما اگر گاو بنفش ببینی توجهت جلب می شود. تو برای موفقیت در بازار یا هر چیزی باید متفاوت باشی و چیزی ارائه بدهی که مردم تا حالا ندیدن. این تمایز نباید فقط ظاهری باشد که واقعا باید ارزشمند و خاص باشد. محصول یا ایده‌ای که متفاوت نباشد به سرعت فراموش می شود.
پس از خطر کردن و خلاق بودن نترسید، چون راه رشد واقعی همین است. در کسب و کار یا حتی زندگی شخصی باید جوری عمل کنید که ما را به عنوان گاو بنفش ببینند، خاص، جذاب و ارزشمند. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده و بیشتر از این کتاب زیبا هم در اختیار من نیست. اگر در حوزه مدیریت یا کسب و کار فعالیت میکنید، حتما این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.